با گذشت قریب 3 روز از دو زمین لرزه پرقربانی و خرابی‌آور در ترکیه و سوریه، شانس زنده پیدا کردن آدمان از زیر خاکپاره‌های بناهای فرو رفته تا رفت کمتر و کمتر می شود. شماره هلاک شدگان بنا به آخرین معلوماتی رسیده به 10,000 نزدیک شده است. اگنسی ولایت‌های فوق‌العاده ترکیه تا این ساعت هلاکت قریب 7,000 نفر را تصدیق کرده. مطبوعات دولتی سوریه از هلاکت تا 2500 نفر در این کشور خبر میگن. با اینکه شماره قربانیان همچنان می افزاید، باز هم مردم زیاد در زیر خاکپاره‌های بناهای فرو رفته باقی میماند. شانس زنده پیدا کردن آنها بخصوص در این روزهای سرد زمستان تا رفت کمتر و کمتر می شود. ولی معجزه‌ها همچنان رخ داده ایستادند. برای مثال یک کودک 1 ساله را در جنوب ترکیه بعد 2 شبانه روز از زیر خاکپاره‌های یک بنا زنده بیرون آوردند. این طفل 53 ساعت را در بند بدون آب و غذا سپری کرده است. در سوریه وضعیت را جنگ چندین ساله شهروندی بازم پیچیده تر کرده است، زیرا بسیاری از مناطق آفت زده برای نجات بخشان و سازمان‌های کمک رسان دست نورس باقی میماند. میلیون ها گریزه از سوریه در جنوب ترکیه در کلبه‌های موقتی به سر میبردند که سر و سیمه ساخته شده به چنین زمین لرزه‌های سنگین تاب‌آور نبودند. زمین لرزه اول با اقتدار 7.8 بال طبق جدول ریختر صبح بر وقت 6 فوریه ساعت 9:17 به وقت محلی زمان رخ داد که اکثر مردم هنوز مست خواب بودند. مرکز این زمین لرزه که بستر زمین را در عمق 17 کیلومتر لرزاند در نزدیکی شهر تاریخی غوزیون تپه در جنوب شرق ترکیه جاگیر شده بود. زمین لرزه سنگین دوم با اقتدار 7.5 بال طبق جدول ریختر ساعت 13:30 به وقت محلی رخ داد. مرکز این آفت طبیعی موضع البستان در ولایت قهرمانمرش در جنوب شرق ترکیه بود. در پی این دو زمین لرزه سنگین باز حدود 100 پس لرزه ضعیفتر رخ داد. طی 200 سال اخیر در این منطقه چنین زمین لرزه های سنگین رخ نداده بود. از این روز سطح آمادگی به چنین آفت‌ها نیز در این ولایت‌ها چندان بلند نبود.